همینطور که میبینید باز یک قسمت دیگه از شهر بسیار زیبای گرامه هستیم. پشت سرمون دیده میشه که لازم به ذکره که دولت اینجا برای جذب توریست تمام تلاشش رو به کار گرفته و در واقع بودجه بسیار خوبی رو سنگینی رو برای این کار گذاشته. ولی متاسفانه همونطور که خیلی از شماها میدونید دریاچه ارومیه با اون زیباییش رو دولت رژیم دیکتاتور ایران دانسته و قصداً خشکوند و از بین برد. متشکرم. محمد جان دیگه وقتی تموم میشی